صبح میری تمرین مهارت کار میکنی، میری بعد وزنه میزنی، بعد میری تمرین تیمت، بعد توقع داری پیشرفت بکنی، اشتباه داری میکنی. یه مطالعه انجام دادن، یه متا آنالایزه که 21 مطالعه دیگر اومدن آنالیز کردن تاثیر تداخل تمرین‌های استقامتی و تمرین‌های قدرتیه. خیلی از فاکتورها رو مثل حجم عضلانی، قدرت، توان عضلانی، توان یعنی قدرت و سرعت همزمان که اون باعث میشه شما پرشتون زیاد شه، سرعت دویدنتون زیاد شه، سرعت و قدرت ضرباتتون توی ورزش‌های رزمی بیشتر شه. VO2 max یا حجم اکسیژن مصرفی بیشینه، چربی بدن، درصد چربی بدن، اینا رو همه رو اومدن آنالیز کردن توی 3 نوع تمرین: تمرین استقامتی، قدرتی و کانکارنت. کانکارنت یعنی تمرین استقامتی و قدرتی همزمان. یکی از بیشترین افت‌هایی که شما وقتی تمرین استقامتی انجام میدین توی بحث توان عضلانی، مخصوصا توی بخش پایین تنه است. یعنی شما وقتی تمرین استقامتیتون زیاد باشه، تمرین تیمی زیاد انجام بدین، مهارتی زیاد یعنی خیلی استقامتی باشه و حجم تمرینتون بالا باشه، توان نداشته باشه سرعت و پرشتون زیاد بشه، اینا کم میشه. مخصوصا اگر توی یک روز و یا توی یک جلسه انجام بدید. یه نکته خیلی جالبی که برام این مطالعه داشت این بود که بیشترین چربی و کسایی کم کردن که تمرین کانکارنت یا هم ارز انجام دادن. پس اگه هدفتون حتی چربی سوزیه، حتما باید تمرین مقاومتی در کنار تمرین استقامتی رو انجام بدید در کنار هم دیگه. نکته دیگه هم که تو خود همین مطالعه بهش اشاره شده اینه که اگه میخواین در کنار حفظ قدرت و حجم عضلاتتون چربی بسوزونین، بهترین حالت اینه که از تمرین 2 با شدت بالا استفاده بکنید تا کمترین کاهش توی افزایش قدرت و حجم عضله داشته باشید. و اگر فقط تمرکزتون روی اینه که قدرتتون رو زیاد کنین یا توانتون رو زیاد کنین، مهم اینه که توی اون سایکل، توی اون پریود زمانی، توی اون دوره زمانی که شما دارین تمرین می‌کنین و هدفتون افزایش قدرت، تمرین استقامتی تا جایی که میتونین کمش کنین. ولی اگه خب توی فصل مسابقاتین یا نزدیک فصل مسابقاتین، پری سیزنین، مجبورین که تمرین استقامتی رو انجام بدید، ولی سعی کنید توی یه روز نباشه. یه نکته دیگه که تو این تحقیق بهش اشاره شده اینه که اگر ورزشتون جوریه که هم قدرت و هم توان و هم استقامت رو باید توسعه بدین، بهتر اینه که از تمرینات استقامتی استفاده کنید که شبیه ورزش خودتون باشه. مثلا یک اسکیت باز بهتر از دوچرخه سواری به جای دویدن استفاده بکنه. و هم حجم و تعداد دفعات تمرینتون تو هفته رو کاهش بدین و هم مدت زمان تمرینتون رو. و به جای تمرینات طولانی مدت استقامتی بیاین از تمرینات کوتاه مدت با شدت بالا استفاده بکنید که کمترین کاهش توی توان و قدرت به وجود بیاد. هوشمند تمرین کنین تا بهترین نتیجه رو بگیرین. موفق باشین.